کسب درآمد از یوتیوب یکی از روش‌های محبوب برای تولید کنندگان محتوا است. در این چند تا مرحله کلیدی وجود دارد که باید اونا رو رعایت کنید. اولی ایجاد کانال. برای خودتون یک کانال بسازید و موضوعی که به آن علاقه دارید بنویسید. دو، تولید کننده محتوا. دست از زمین‌هایی که به آن علاقه دارید ویدیو جذاب تولید کنید و کیفیت خوب و محتوای بسیار بالا. 3. با بهبود و توصیف ویدیو سعی کنید ویدیوهای جذاب تولید کنید. تعامل با بینندگان نیز مهم است. 4. شرکت در برنامه همکاری. وقتی که دیدید با مشترکاتون به 1000 رسید و 400,000 در 12 ماه گذشته رسید، می توانید از برنامه همکاری یوتیوب درخواست دهید. 5. منابع درآمد دیگر. با استفاده از تبلیغات یا برندها و فروشی از اونا می توانید حمایت مالی بگیرید با مشترکین و می توانید از این پلتفرم که اینجا براتون نوشتم بیشتر کسب درآمد بکنید. تا به حال فکر کردید که می توانید از گوشی کسب درآمد بکنید؟ باید بهتون بگم بله و همین الان شروع بکنید. اگه برید توی اینستاگرام من نگاه کنید، تمام چیزایی که برای کسب درآمد از اینستاگرام بهتون آموزش دادم. اگه دوره هم خواستید بهتون دورم یاد میدم. اینستاگرام من اینجاست، آیات 1390. تا یه ویدیو بعدی با من. فعلا بای.